بریم خرید خونه از آیکیا. اولین مرحله قطعا برداشتن کاغذ و مداد برای نوشتن یه لیست کامله. خوشت نمیاد؟ نه میخوام. کدومو میخواد؟ اونو میخوام. میخرم برات. طبقه اولش اصطلاحاً شورومه، یعنی یه سری اتاق چیده که شما ببینین هر وسیله چه شکلی میشه اگه بیاد تو خونه‌تون. تنها کاری که باید کرد انتخاب کردن. تخت مورد نظر. سخت‌ترین انتخاب به نظرم تشک بود، چون بعد دونه دونه میخوابیدی روش ببینی چطوره. یکم هم میز و صندلی کار رو نگاه کردم و بعدم رفتیم طبقه پایین که جای خریدای کوچیک‌تره. این مرحله واقعا طاقت فرساست. خیلی خوشم بود. از اونجایی که ما دیر اومده بودیم و داشتیم هول هولی انتخاب می‌کردیم، واقعا خرید سخت بود و فقط همینجوری برداشتیم دیگه. اجباراً داریم خرید تمام می‌کنیم. 9:05 دقیقه شده بود و فروشگاه ساعت 9 میبست. البته هنوز میشد حساب کرد. سوله آخرم جاییه که کارتون همه اسباب وسایل بزرگو گذاشتن. یادتون باشه که خودتون بعدم باید سر همش بکنید. بعدم رفتیم سراغ حساب کردن خریدا که ورشکسته شدیم. زودی میبینمتون.